أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب العلمی، کتاب در مسئله علم، و در زیر این کتاب یک باب داریم با نام باب فضل علم و علم گرفتن و دیگرها را آموزانیدن فقط به خاطر الله چی فضیلت و چی برتری دارد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب در زیر کتاب علم 4 آیت آورد و چندین حدیث ها. درس گذشته 4 آیت را با چند حدیث گرفتیم و امروز باشد دوام حدیث های کتاب علم را به سمع شما خواهم رسانید. درس امروزه همون از حدیث 1378 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1378 کتاب ریاض الصالحینش می گوید وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه. میگوید از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت علی رضی الله عنه گفتند فوالله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند پس قسم به ذات پاک الله، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اگر که هدایت کند الله جل جلاله به سبب تو یک مرد را، یک شخص را، یعنی که تو ای حضرت علی اگر سبب هدایت یک انسان گردی، خیر لک من حمر النعم، یعنی بهتره برای تو از شترهای سرخموی، از شترهای سرخموی دیده برای تو بهتر است ای علی که سبب هدایت یک شخص گردی. این حدیث متفق علیه می باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ خیبر وقتی که بیرق را به دست حضرت علی رضی الله عنه داد، پس حضرت علی رضی الله عنه را چند سپارش ها، چند فرمان ها، چند راهنمایی های براش تقدیم کرد و پس در آخر گفت که ای علی رضی الله عنه اگر سبب هدایت یک انسان گردی برای تو از شترهای سرخموی بهتر است. یعنی در زمان قدیم برای عرب را شترهای سرخموی قیمتترین شترها بودند، قیمتترین سواره ها بودند. از این حساب رسول الله صلی الله علیه و سلم این مثال را برای حضرت علی رضی الله عنه تقدیم و پیشنهاد گردانید. این بود حدیث 1378 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1379 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1379 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند بلغوا عنی ولو آیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند برسانید از من برای دیگران اگرچه یک آیت هم باشد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید تبلیغ کنید، دعوت کنید، برسانید سخنان من را،
سخنان شرعی را، یک مسئله شرعی را، ولو آیتاً، و اگر که یک آیت هم باشد. یعنی چی؟ اگر که کمترین سخنم باشد. ولو در اینجا رو میگم لوی تقلیل، یعنی کمترین یک مسئله وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوید برای دیگرها برسونید. یک حدیث کوچک، یک حدیث میدهک هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که شنیدید برای دیگرها برسونید، برای دیگرها تبلیغ کنید، برای دیگرها راهنمایی بکنید. پس رساندن سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هر یک امتش است. وقتی که یک سنت رسول الله را میشنوی برای دیگران برسان این سخن شنیده ات را. و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید نقل کنید از بنی اسرائیل، گناه نیست، گناه نمی باشد. یعنی چی؟ یعنی فعل و رفتار و آن عملهایی را که بنی اسرائیل انجام میداد به سه قسم اصلا تقسیم می شود. قسم اولش آن کارهایی را که بنی اسرائیل انجام میداد در شریعت ما و شما هم باشد. اگر این قسم اولی فعل و رفتار بنی اسرائیل هست. قسم دومی فعل و رفتار بنی اسرائیل، شریعت بنی اسرائیل این است که یک عمل را در بنی اسرائیل باشد، در شریعت ما نه فرمان برای انجام دادن اون باشد و نه نهی از نکردن اون. یعنی نه فرمان است که اون کار را بکنیم، نه منع است که اون کار را نکنیم. این دوم قسم شریعت بنی اسرائیل یا فعل و رفتاری که در بنی اسرائیل بود. سیوم فعل و رفتاری که در بنی اسرائیل بود آن چیزهایی که در شریعت ما حرام است، شریعت ما منع کردگی هست. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا میگوید و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی نقل کنید از فعل و رفتار و از شریعت بنی اسرائیل، گناه نیست، گناه نمی باشد. یعنی که ان همون قسم دوم، یعنی همون کارهایی را که در شریعت ما نه منع شدگی است، نه گناه است، نه امر شدگی است برای انجام دادنش، ان همونها را میتونیم ما نقل بکنیم. اما قسم یکم که چیزی که در شریعت بنی اسرائیل بود در شریعت ما هم هست، ما از بنی اسرائیل نقل نمی کنیم، از خود شریعت خودمون نقل میکنیم، زیرا که در شریعت خودمون هست. پس از بنی اسرائیل در این مسئله گپ نمیزنیم. و سیم قسمی اخبارات و شریعتی بنی اسرائیل که مخالفی شریعت ما باشد، در شریعت ما حرام باشد، درباره او هم گپ نمیزنیم. چرا؟ زیرا که در شریعت ما حرام است. پس در این حدیث پیغمبر میگوید نقل کنید از بنی اسرائیل گناه نیست، یعنی قسم دوم همون چیزهایی که همون مسئله هایی را که در دین ما نه حرام است و نه منع شدگی است، انا همون را ما میتونیم برای دیگرها از شریعت بنی اسرائیل نقل بکنیم. در دوام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید و من کذب علی متعمدا، یعنی هر کسی که دروغ بندد، رسول الله میگوید بر من، یعنی هر کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ میبندد متعمدا، یعنی با عمد و با قصد، جرته و برقصدانه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که تهمت میبندد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید فلیتبوأ مقعده من النار، پس آماده بکند جایگاهش را در آتش دوزخ. یعنی کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت میبندد جایگاه اون انسان آتش دوزخ است. یعنی دانسته کسی که تهمت میبندد جایگاهش دوزخ میباشد. پس تهمت بستن گوناگون است، یعنی که تهمت بستن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرق میکند از تهمت بستن به
دیگر مردم. یعنی تهمت بستن به رسول الله، این تهمت بستن به الله و به شریعت است. و همچنین تهمت بستن در حق یک عالم یک سخن را نگفته است، در حقش تهمت ببندی، این هم فرق میکند از اونه که تهمت به یک آدم عادی و یک عوام تهمت میبندی. زیرا اینکه این عالم نماینده دین و در چهره این دین دیده میشود. وقتی تهمتش که میبندی، پس گناه این بزرگتر و کلانتر است از اونه که یک انسان دیگر را تهمت میبندی. یا تهمت بستن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، این بزرگتر است از اونه که یک عالم را تهمت میبندی. یعنی تهمت بستن بر رسول الله و به یک عالم و به مردم عوام الناس، همه اینها برابر نیستند، اینها فرق میکنند. گناه هر یک تا اینها به اندازه خودش فرق میکند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث، در اول حدیث گفت که بلغوا عنی ولو آیه، یعنی از جانب من یک مسئله و یک حدیث و یک حکم باشد برای دیگرها برسانید. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما و شما را به این چیز فرمان داد. در آخر حدیث آمد گفت که کسی که بر من تهمت میبندد، پس جایگاهش را در آتش دوزخ آماده بکند. یعنی چی؟ یعنی همون سخنهایی که درست و سالم به طریق درست از رسول الله شنیدید و برای شما رسید، انا همون را برای مردم برسانید، نه اینکه تهمت در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید. و همچنین حدیث دلالت میکند که برای رساندن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم شرط نیست که انسان عالم شود اول و بعد سخنان رسول الله را برساند. هر زمانی که یک سخن رسول الله را درست، یک حدیث رسول الله را درست فهمیدید، درست شنیدید، پس همون سخن را برای شما رساندن، این فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. زیرا که رسول الله گفت که ولو آیتن، این لوی تقلیل است، یعنی اگر یک حرف هم باشد، اگر یک مسئله هم باشد، پس شما آن را برای مردم برسانید. رسول الله نگفت که اول بخونید و عالم شوید و بعد برسانید، بلکه گفت یک آیت هم باشد برای دیگران شما برسانید. این بود حدیثی 1379 کتاب ریاض الصالحین که رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیثی 1380 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1380 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: و من سلک طریقا یلتمس فیه علما، یعنی هر کسی که رود در راهی که یلتمس فیه علما، جستجو میکند در آن راه علم را، یعنی هر کسی در راه در جستجوی علم ببراید، سهل الله له به طریقا الی الجنه، پس الله جل جلاله هموار میگرداند یا آماده میکند الله سبحانه و تعالی به سبب راه علم را اختیار کردنش برای اون طالب علم، طریقا الی الجنه، یعنی راه را به سوی جنت الله جل جلاله آماده میکند و هموار میکند و آسان میگرداند که این انسان وارد بهشت خواهد شد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس راه علم را اختیار کردن، یعنی چی یک انسان ترک میکند وطن خودش را به یک وطن دیگر، به یک کشور دیگر برای تعلیم علم میرود، راه طولانی، پس این راه است. یا چی طوری که یک انسان از خانهش تا مسجد برای تعلیم میرود، یا که از خانهش تا خانه ملا اون اهل علم برای درسگیری میرود، پس همه اینها راه علم هستند، همه اینها راهی هست. یا در امروزه ما بگیم یک انسان وقتی که خودش را آماده میکند، در پیش کامپیوتر میشیند یا در نزدش تلفن میگیرد و آماده میکند، پس برای درسگیری آماده میشود، همه اینها من سلک طریقا یلتمس فیه علم می درآید.
یعنی حتی تو تلفنت رو میگیری آماده میشوی، در یک جا میشینی، در بالای استال یا جاتا تیار میکنی، کتاب تا آماده میکنی تا اینکه درس تا بگیری به طریق اینترنت یا به طریق شبکه های اینترنتی. اینها هم در همین منسلک طریقا یلتمس فی علما داخل می شود. اینها همه در این مسئله داخل می شود. هر راه را که انسان طی بکند، اختیار بکند که در اون راه علم باشد، پس تو راهی علمگیری را به طریق اینترنت اختیار کردی، پس تو شامل این حکم و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می شوی. یا هر انسانی که در جایش میشیند، سر کامپیوتر یا با تلفن یا در نزدش کتابا را جمع میکند و به تحقیق و به گفتگو به مسائل شرعی، در جستجوی مسائل شرعی وقتش را صرف میکند، اون هم در زیر این حدیث داخل میشود. یا یک انسانی که راه چند روزه را طی میکند برای یک سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس اون هم در این حدیث داخل میشه. چطوره که جابر ابن عبدالله انصاری به خاطر یک حدیث مسافت یک ماه راه را طی کردگی است تا حدیث عبدالله ابن انیس را بشنود. ببینید حضرت جابر به خاطر یک سخن رسول الله یک ماه سفر کردگی است تا اینکه برود سخن حدیث رسول الله را که راویش عبدالله ابن انیس است اون را بشنود برای یک حدیث. پس امروز هر راهی را که انسان اختیار میکند، چی به طریق اینترنت، چی به طریق کتاب، یا به طریق پیش ملا رفتن برای درسگیری، یا به طریق یک کشور دیگر برای درسگیری میرود، برای تعلیم میرود، همه اینها در زیر این حدیث داخل میشوند. اینها سبب میشود که الله سبحانه و تعالی آماده میکند، هموار میکند برای این طالب علم، برای این انسانی که این راه را اختیار کردگی است، راه به سوی جنت رفتن. این بود حدیث 1380 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1381 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1381 کتاب ریاض الصالحین میگوید: و عنه ایضا رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: من دعا الى هدى، یعنی هر کسی که دعوت به راه راست و درست و سالم بکند، برای هدایت دعوت بکند، به سوی اسلام دعوت بکند، برای یک کار خیر دعوت بکند، یک سخن رسول الله را برساند، یک آیت را برساند، یک حکم شرعی را برساند، کان له من الاجر، یعنی این انسان برخوردار می شود، این انسان صاحب می شود، برای این انسان داده می شود من الاجر، از مزد و ثواب و پاداش، مثل اجور من تبعه، یعنی مانند اجر و پاداش و مزد کسانی که این انسان را پیروی کردگی هست، لا ینقص ذلك من اجورهم شیئا، کم نمی کند از اجر و پاداش اون پیروان چیزی. یعنی چی؟ یعنی که حالا تو میشنوی که ریش ماندن این مسئله شرعی هست، یا رفع یدین در نماز این سنت رسول الله هست، یا دستا بالای سینه گذاشتن در نماز سنت رسول الله، سنت ثابته است، یا آمین بلند گفتن از رسول الله سنت ثابته است. وقتی که اینها را میشنوی برای دیگران میرسانی، هر کسی که به این عمل میکند تو ثواب میگیری، همون رساننده، همون دعوتگر ثواب میگیرد، بدون آنه که کم شود ثواب اون انسانی که به اون سنت عمل کردگی است. یعنی اون انسان پره ثوابش را میگیرد، این دعوتگر از حق اون پیرو ثواب نمیگیرد، بلکه الله جل جلاله از فضل و کرم خودش برای دعوتگر اجر و پاداش میدهد، اما اون عمل کننده پره ثواب خودش را میگیرد. پس در زیر این حدیث چندین مسئله های مهم
نهفته است و پنهان است. مسئله بعض کسان نماز میخوانند میگویند که بر رسول الله ثوابش را بخشیدم، یا مسئله بعض کسان قرآن ختم میکنند میگویند در حق رسول الله بخشیدمش. اینها همه بدعت و خرافات هستند. اصلا همین مسئله سال 400 هجری به وجود آمده است، یعنی عصر 4 هجری، یعنی تقریبا 300 چند سال بعدی 300 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسئله به وجود آمده است که در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم بخشیدن یک ثواب یک عمل. این بدعت و خرافات است. چرا؟ زیرا اینکه وقتی که ما به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب اون را میگیرد. چرا؟ زیرا که رسول الله ما را دعوت برای راست کرد. پس وقتی که ما راه راست رسول الله را پیروی میکنیم، ثواب این بدون اینه که ما ببخشیم به رسول الله میرسد. از این حساب تعیین کردن یک عبادت که ثوابش به رسول الله برسد، این بدعت است، این خرافات است، این اجر و پاداش و ثواب ندارد. چرا؟ زیرا اینکه اگر این اجر می داشت، از ما و شما دا دیده رسول الله صلی الله علیه و سلم را حضرت ابوبکر بسیارتر دوست می داشت، حضرت عمر بسیارتر دوست می داشت، حضرت عثمان و علی بسیارتر دوست می داشت. اگر که ثوابش می رسید، پس اون بزرگواران این کار را می کردن. وقتی که ثوابش که نمی رسد، از این حساب این عمل را اون بزرگواران نکردن، بلکه در عام، یعنی در عموم، وقتی که ما راه رسول الله را اختیار میکنیم، سنت رسول الله را زنده میگردانیم، ثوابش به رسول الله میرسد. زیرا که رسول الله ما را به همین سنت دعوت کرد. وقتی ما سنت رسول الله را عمل میکنیم، پس ثوابش به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد. پس این بدعت و خرافات باید از بین برده شود که در حق رسول الله میگویند عباد نماز خواندم 2 رکعت بخشیدم، یا تحفه رسول الله گفته یک نماز میخونند، یا روزه میگیرند، یا صدقه میدهند در حق رسول الله گفته، یا هر عبادتی را در حق رسول الله گفته انجام میدهند، اون بدعت و خرافات است. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم احتیاج به این تعیین کردن ندارد، بلکه به سنت رسول الله عمل بکن، ثوابش به رسول الله میرسد. یا ببین که آیا حضرت امام ابو حنیفه این کار را کرد، آیا شاگردانش کرد، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل یا امام مالک، آیا این کارها را کردند که یک عبادت را معین و تعیین برای رسول الله گردانده باشد؟ نه، این بزرگواران نکردند. پس این بدعت بعد پیدا شدگی است، عصر 4 هجری پیدا شدگی است. پس پیش که نبود، بعد پیدا شد، این بدعت است و خرافات است. این یگان ثواب، یگان اجر ندارد. این مسئله را باید هر یک مسلمان در ذهنش داشته باشد. اما بعضی هایی که میگویند ثوابش میرسد، این مسئله را قیاس میکنن به اونه که فرزند در حق پدر میگه این کارها را بکند ثوابش میرسد، در حق پدر این کارها را بکند ثوابش میرسد. گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم را قیاس میکند به پدر، پس میگوید ثوابش میرسد. این قیاس باطل است، این قیاس بیکار است. در این باره ما یگان دلیل نداریم که قرآن بخونیم، ختم قرآن کنیم در حق رسول الله ببخشیم، یا نماز بخونیم در حق رسول الله ببخشیم، یا روزه بگیریم در حق رسول الله ببخشیم. این طور یگان دلیل شرعی ما اهل سنت و الجماعت، ما مسلمان ها نداریم. پس بهتر و خوبتر اگر میخواهی که ثواب عمل تو به رسول الله برسد، پس تو راه رسول الله را اختیار کن، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیار کن، تا اینکه ثوابش به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد، نه اینکه با راه بدعت و خرافات. خب این بود حدیث 1381 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1382 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1382 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. یعنی هنگامی که وفات میکند فرزند آدم، قطع میشود عملهایش مگر اینکه در سه مورد و مگر اینکه سه عملش قطع نمیشود. یعنی ثواب سه عمل به میت همچنین رسیده می ایستد. اون سه عمل کدام عمل است که بعد مرده انسان به انسان ثوابش میرسد؟ میگوید یکمش صدقه جاریه. یکمش صدقه جاریه هست. یک انسان وقتی که صدقه جاریه میکند، صدقه جاریه یعنی چی؟ یعنی مسجد میسازد، راه را ساز میکند، برای مردم آب میارد، یا یک طالب علم را میخواند، یک طالب علم را کمک میکند تا اینکه علم بگیرد، کتاب بگیرد و زندگیش پیش ببرد. اینها همه صدقه جاریه هست. یعنی طالب علم وقتی که از مال و پول یک انسان صاحب کتاب، صاحب علم میشود، پس تا زمانی که این علم برای دیگرها میرساند، این صدقه جاریه برای اون انسان است که این طالب علم را یاردم مالی کرد. یا مسجد ساز میکند، تا زمانی که اون مسجد آباد است و مردم در اون نماز میخوانند، به آباد کنندهش، به اون کسی که مسجد را ساخته است ثوابش میرسد. یا راه ساز میکند، تا زمانی که اون راه مردم از اون میگذرند، یا آب میارد تا زمانی که مردم از اون آب استفاده میبرند. اینها همه صدقه جاریه میباشد که ثوابش بر دوام برای میت رسیده می ایستد. این یکم قسمی که بعد از مردن انسان ثوابش به انسان رسیده می ایستد. دوم، او علم ينتفع به، یا علمی که نفع میبرند، دیگرها از اون علم نفع میبرند. یا یک انسان عالم می شود پس کتاب می نویسد، پس تا زمانی که کتاب این میماند و مردم از کتاب اون استفاده میبرند، ثواب این با اون میت رسیده می ایستد. یا یک انسان علم دارد، دعوت میکند، مردم را راهنمایی میکند و مردم را درس میتید، شاگرد تیار میکند، تا زمانی که این شاگردا هستند و دعوت میکنند و اون علمی را که به طریق استاد به دست آورده بودند برای دیگران میرسونند، صدقه جاریه برای اون عالم میباشد، برای اون کسی که علم را برای دیگرها رسانده است و کتاب نوشته است و دعوت کرده است، برای اون انسان همچنین این صدقه رسیده می ایستد. این دویم مورد، دویم جایی که یا دویم چیزی که ثوابش بعد از مردنم به میت میرسد. سوم چیزی که ثوابش به میت میرسد، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که دعا میکند در حق پدر و مادر. پس هر فرزندی که در حق پدر و مادرش، هر فرزند صالحی که، هر فرزند مطیعی که، هر فرزند موحدی که در حق پدر و مادرش دعا میکند، پس این دعاها به اون میت، به اون پدر و مادر رسیده میستند، به اون پدر و مادر رسیده میستند. پس فرزندا را صالح و فرزندا را سالم موحد تربیه بکنید تا اینکه بعد از مردنتان اجر و پاداش برای شما از جانب فرزندهایتان رسیده بیستد که در حق شما دعا بکند. وقتی دعا میکند برای شما برسد. این طور نشود که بعد از وفاتتان، بعد از مردنتان فرزنداتون شما را فراموش کند که در ماه و در سال دیگه در حق فرزنداتون، در یاد فرزنداتون نرسید. نه، فرزند صالح و تربیه سالم و درست کن تا اینکه در حق دعا بکند و اون پاداش و ثواب برای شما رسیده بیستد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس اینجا مسئله هست، یک انسان در حق پدرش دعا میکند، دعا خوب است یا صدقه بتید یا نماز بخواند؟ کدامش بهتر است؟ حتما دعا بهتر است. چرا؟ زیرا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را تشویق کنانید برای دعا کردن، نه اینکه برای صدقه دادن. صدقه دادن هم جایز است، ثوابش میرسد، اما از صدقه دادن دعا کردن بهتر و خوبتر است در حق پدر و مادر. چرا؟ زیرا اینکه رسول الله ما را به این تشویق کرده است. اما ما دیگر حدیثای زیادی داریم. مثلا از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از صحابگان پرسیدند که آیا از طرف فرزند یا از طرف
فرزند به پدر و مادر که گذشتگی است صدقه بدهد، آیا اون صدقه به پدر و مادر میرسد؟ رسول الله چی گفتن؟ گفتن بله، اشکال ندارد، جایز است، ثوابش میرسد. پس انسانی که صدقه میدهد که در حق پدر و مادرش دعا بکند، اون صدقه ثوابش به پدر و مادرش میرسد. همچنین سعد ابن عباده رضی الله عنه چطوره که صدقه داد برای مادرش، پیغمبر صلی الله علیه وسلم منعش نکرد و با سعد ابن عباده رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه داد که از جانب مادرش صدقه بدهد. پس صدقه دادن از جانب پدر و مادر یگان اشکال ندارد، جایز است که انسان در حق پدر و مادرش که از دنیا گذشتگی هستند صدقه بدهد، ثوابش میرسد. اما در افضلیت کدامش افضل است؟ صدقه بدهد افضل است یا دعا بکند در حق پدر و مادرش؟ حتما دعا کردن افضل و خوبتر است، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین چیز ما را امر و فرمان داد. اما درباره صدقه دادن یا که درباره عملهای نیک انجام دادن برای پدر و مادر، این را رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از پرسیدن گفتن که بله ثوابش میرسد. اما دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن بله این افضل و خوبتر است، یعنی توصیه دادن امتش را توصیه دادن که در حق پدر و مادر دعا بکنند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1382 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1383 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله این حدیث 1383 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.